آیه 12 صفحه 306 می‌فرماید خدای متعال یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا. دستور خداوند این هست دوستان که اگر کار رو شما شروع کردید، کار خیلی مثلا قرائت قرآن، تمرین قرآن، درس خواندن، حتی کار کردن، کارگری، هر چی که باشه، خذ الکتاب بقوة، محکم بچسبید اون کار. اینطور با بیحالی یک شب بیا، یک شب نیا، یک موقع باش، یک موقع نباش، یکی در میان، دو تا در میان، در اینجا با این جور برنامه‌ریزی انسان به جایی نمیرسه. در هر کاری که باشه، در هر کاری که باشه انسان بدون برنامه‌ریزی و بدون جدیت در اون کار موفق نمیشه. خصوصا همین قرائت قرآن، حفظ قرآن، هر چی که باشه. دستور خداوند اینه یا یحیی خذ الکتاب بقوة، کتاب رو محکم بگیر. در دو جای قرآن دیگه دستور هست، در آیه 63 سوره بقره به بنی اسرائیل و 93 سوره بقره خذوا ما آتیناکم بقوة، یعنی چیزی که ما عطا کردیم به شما این رو اگر میگیری سفت و محکم بچسب، محکم با پشتکار، با عزم و اراده. در جای دیگه هم در سوره نجم ما داریم خدای متعال فرموده و ان لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان نیست مگر به همان اندازه سعی و کوششش. اگر میخواید ببینید صفحه 527 صفحه 527 سوره مبارکه نجم آیه 39 و 40 و لیس للانسان الا ما سعی، نیست برای انسان مگر به همون اندازه‌ای که سعی و تلاش داشته باشه. بعد در آیه بعدی هم می‌فرماید و ان سعیه سوف یری، هر چقدر سعی و تلاش کنه حتما در آینده میرسه به همون اندازه‌ای که سعی و تلاش میکنه، به همون اندازه بعد حتما و ان سعیه سوف یری، نتیجه سعیش رو قطعا در آینده خواهد دید. انسان تلاشش حیف نمیشه به شرطی که خوب عزم و اراده را یکجایی کنه، بچسبه به کارش. اگر حفظ قرآن باشه محکم، اگر قرائت قرآن باشه محکم. اولی که محکم بچسبه به کار و دوم اینه که نتیجهش حتما قطعیه. وجود مقدس امیرالمؤمنین در خطبه 76 نهج البلاغه در اونجا می‌فرماید که کسی که این گونه باشه رحمت خدا را به سمت خودش جلب می‌کنه. یعنی انسان اگر به دنبال رحمت خدا باشه، کار خیلی رو که بخواد انجام بده سفت و محکم انجام بده. اگر شلوغ باشه نه، به جایی نمیرسه، قطعا نتیجه نمیگیره. اما اگر سفت و محکم بیسته قطعا نتیجه میگیره. انشالله که ما و شما از همین جاها که هستیم، همین مکانهایی که در اون هستیم، جلساتی که هستیم، همین عزم و اراده انشالله و توفیق برای همه ما و شما فراهم بشه و بتونیم که پیشرفت کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات الله صل علی محمد.